خب دوستان عزیز خوش اومدید به کانال یوتیوب من. پازارا هستم، البته اسمم پارسا. اومدم با تندترین آیتما قراره که محمدو چیزش کنم. چیکار کنی؟ بچه اینم اول بگم که محمد کلا به تندی خیلی حساسه، بخاطر همین من اول رفته بودم خوراکیای ترش خریده بودم، اومدم عوضش کردم همه رو. آقا آماده ای؟ برو بریم. اوکی. اسم این رد هاتسه. خب یه آب نباته، داخلش دارچین داره، یه سری فلفل خاص و اینا هم مثل که روش داره. چی نوشته بیت فایر، یعنی آره اینجا نوشته. آها خب حله، میگه آتیش نفس بکش، همچین چیزی. یه خاصی یه ذره بو دارچینو داره، یه ذره داره. یه جا من خونده بودم که نوشته بود یه مقدار اعتیاد آوره. یعنیش نمیدونم این کسی هست که به همین چیزی دیگه لابد شده، حالا نمیدونم چی توشه ولی اینطوری گفتن. خب اینقدر کوچولو حالت قرصه. آره اسمارت. بریم. ماستم جلوت گذاشتم. نصفه خوردی؟ نه کامل خوردی؟ کامل. گازدانیه یا مکیدنیه؟ اینو خوش‌طعمه، اصلا من خوشم اومد. یعنی امروز اومدیم که آتیش بگیریم ولی بیشتر خوشم اومد. خب یه دونه بهش من میگم یه دونه دیگه هم از این بخوریم بذاریم گرم شیم. آقا بعدی بریم سراغ شکلات. بریم سراغ شکلات فلفلی. یه نقشه خوشگل داره، من خیلی خوشم اومد. نگاه همینه توضیحاتش. همینه دیگه. خب من توضیح این محصول رو من خوشم اومد. این به عنوان مثلا ببر مال. آره وعده مثلا از شونه میتونم بکنم. خب شکلات ایرانی‌ها زیاد ابتکار به خرج نداده میدونی. آره شاید ایرانی‌ها از این اسکی رفتن. اینم ممکنه. خب آقا بریم ببینیم. بریم چجوری است. این شکلات تختی خوبه. آره یه چیز قرمزی حالا نمیدونم. اون فلفله دیگه. بریم. اشکال نداره بریم. ترشی رو حس میکنی؟ آره چه؟ حالت ترشی داره. تندی حس نکردم. اون مزه چی میده؟ میخوای یه ذره بیشتر بخوریم؟ من یه ذره تندیشو حس میکنم الان. حس میکنی تو؟ یه ذره اینو ته گلوم داره میسوزه. داره شروع میکنه. آره تازه داره شروع میشه. همونقدر بخور. یه ذره دیگه بکنم ببینیم چجوریه. آقا میمیریم. یه حالت کرمکی داره میدونی؟ از الان باید گرم شه. مثلا لایه روش. این که کوچیکه یا نه؟ همشو بخور. نه همشو که نه. تونه بچه‌ها. تونده من میره جلوتر هی تندتر من میشه. خوشم اومده. اولش هیچ تندی نداره. آره یه ذره که میره پایین یه ذره ته گلو رو میزنه. ولی اسمم چیز بدتری در انتظاره. قطعا. میخوای اصلا اول اینو بگی که رفته بودی دکتر آخرین بار بهت گفته بود اصلا تندی نباید مصرف کنی. به غیر از اینکه گفته بود ادویه به شما نباید مصرف کنی، خب اصلا فلفل اصلا سمتش گفتی ادویه یادم اومد. اینو نوشتن ادویه‌های هندی داره. بچه‌ها اینم شکلش من اینطوری نمیدونم دستمو بگیرم. برندش چیه که من بهت بگم ترکیه؟ کراکس مال ترکیه است. من چند بار کراکس مگه دمپایا نبود؟ امیدوارم که نه مال شرکت اتیه. اتیو میشناسی؟ اتی مال ترکیه است. جدی؟ آره گفتم من. ببین خودت نگیا. منبع موثق داره. ببینیم آقا ببینیم. شکلات هیچی نبود ولی این بازی زره. چرا من سوختم؟ تعلقین کردم. تعلقین بوده. اون عکس فلفل شاید هم تیکه فلفلی بهت افتاده. شاید. چجوری بود داره ببین. این فلافل هم حس می‌کنی؟ انگار اون فلافل میده. آره. ساندویچ فلافل میگیری؟ این فلافلیایی که مثلا مونده تو چیز. تو یه روغن مثلا. آره 3-4 روز. نمیدونم بعید نه؟ میشه؟ خوبه. روش سری تیکه داره. بوشو خوشت اومد؟ آره. نه یه جوریه. نمیدونم یه جوریه. بخوریم چیه دیگه؟ بزنیم. طعم کرانچی ها رو میده. قشنگ خود کرانچیه. تون نیست؟ نه. علامت آتیش و فلفل و اینا زده نمیدونم. خب آقا
آقا آیتم بعدی چی بریم؟ ببین آیتم بعدی ما یه نودل داریم، یه دونم چیپسه که لول آخر اوه دیدی گفتم نه تو مثل که دازه شروع میشه. شروع آره شد. من میگم این چوب شوره رو با اون تاوا من میگم اون شکلات چرا من گلوم تونی اینجوری شد؟ آب مونده داری؟ مونده وایسا. آب نه، آب بدتر میکنه. آقا یه چیزی بگم، الان گفتی تاباسکو. من چرا سرفم گرفته قطعم نمیشه. من اینو ماست. فهمیدم که این تادسکوه، یعنی چی؟ یعنی ایرانیشه. من اونجا اتفاقا گفتم که اوه چه قیمتش هم خوبه و چقدر بود. میخوای قیمت ها رو هم بگیم بچه ها بدونن؟ آره بچه این چی بود؟ آب نبات. آره آب نبات. کندی. این 215 تومن بود. این شکلاته، این سوئیسیه، 172 تومن بود یا 180 همین اولوش بود. این فکر کنم 80 اینا بود، 76 یا 80 اینا خیلی قاطی قاطی شد. حالا میخوای بعدی ها رو بریم همون موقع به بریم آره قیمتش بریم بگم همون اینا موقع رو. قیمتشو بگیم. اوکی. خب الان آیتم بعدی چیکار کنیم؟ من میگم این تادسکوه رو بریم که کردم. پس ایرانیه. آره من اول میگم دیدم ذوق کردم گفتم واه چقدر چه شبیه خوش قیمت. سرده. قشنگ اصلا خودشه. خودشه. خب الان تاباسکو اصلی تو ایران هست؟ قطعاً آره هست. هست. من دیده بودم ولی میگم اینو اصلا دیگه تو اون شلوغ پلوغی این آیتمایی که همه رو برداشته بودم انقدر اینطوری کرد. تمیز کپی زده اصلا آدم متوجه نمیشه. ماینس مثلا. او پا میده. چجوریه؟ وای آره. منم چرا وای اینطوریه؟ وای قشنگ انگار یه ظرف غذایی که 3 هفته تو سینک مونده خراب شده، یه چی هم توش بوده حتی. آخه ظرف غذا شما بود پا میگیره؟ آره دیگه مثلا غذا مونده رو میذاری تو سینک میمونه یه هفته میمونه یهو همچین بویی میده. شاید با پا رفتی تو ظرف. یا خدا. بچه حالا اونقدر زیاد وای آه، وای این وای این توندیو داره. که میگفتین همش خوبه و این غلط کردم. بچه اینقدر عادیه پارسا. آخه من چقدر گفتم عادی. من عادت دارم. حالا الانم من یه اصلا ذره تندی نمیتونم بخورم. به چیز افتادم. اوه چرا نمیبره ماسه؟ آها تو یکی از ماسا واسه اینکه باحال‌تر یه ذره فلفل ریخت. کدوم بود؟ همون برای تو رو دیگه. دقت‌های نارنجی هست. خب چه کاری بود خب کردی؟ نه آخه ببین آخه من محمد حساسیت هم خب داره. آقا همین که حساسیت داره باحال‌تر میشه دیگه. چیش باحال میشه الان بازم. آقا تهش واسه یه نوشیدنی هم دارم ولی سرم داره. نوشیدنی چیه؟ نه حالا نوشیدنی رو تهش بهت میدم. اگه خوب طاقت بیاره تا ته ویدیو یه نوشیدنی واسه دارم که سس دوست این داری. بود چیپسه چیه؟ اوور ریاکت. نه اووریایت نه ولی خب نه نداریم اینجا نکنیم. آخه اصلا نمیخواد بکنیم. ببین چون این خودش کارو در میاره. آقا بریم آیتم بعدی. بریم بعدی. آیتم بعدی باید حاضر شه. چیه؟ این نودل است. این نودل حقیقتا نمیدونم فقط دیگه دیدم روش علامت آتیش داشت. یه جاهای خوندم نوشته بود خیلی تند بود. میدونستی نودل کره‌ایه؟ آره از کجا میدونستی؟ آخه خب کره نوشته دیگه. من شاید ژاپنی باشه. خب نمیدونم دیگه الان گفتی دیگه. من یه استعدادی دارم میتونم خط کره چینی ژاپنی رو تشخیص بدم. جدی؟ آره این از نظر من کره‌ایه. از نظرت خب این چه تشخیصیه؟ آقا پس اینو بریم حاضر کنیم بیایم دیگه. بریم آماده کنیم. بچه‌ها میریم این حاضر بشه مثل که یه 4-5 دقیقه طول میشه. بچه‌ها این یکی از تندترین نودلایی که تا حالا تولید شده فکر کنم. من فکر نمیدونم واسه اون عادیه یا نه. ولی واسه ما اصلا عادی نیست. بچه‌ها ببینید یه دونه سس باهاش داره که نمیدونم این قره قروت آب شده است. آره این آلوچه است. آلوچه این قشنگ بسته بندی و رنگش رو میبینی آلوچه. یه چیز دیگه هم داره. چی داره؟ ادویه است. چی؟ فقط نمیدونم تو دوربین معلوم میشه یه شاخ و برگی داره. آره چرا؟ انگار برگ خوش شده است. آخه معمولا تو نودلا یا ادویه میذارن یا سس میذارن. این جفتشو داره دیگه. این دیگه فکر کنم کره‌ای‌ها داره.
بچه‌ها تو ظرفمون هم نودل آه. هست. نودل ساده هست که خیلی رشته‌اش نامعقول درشته. من نمیدونم. ببین نودل فیلم ها آسانسوری میاد بالا دیگه. بعد موزل خیلی هستش که دوست دارم با چاپستیک بخورن نودلو. من خودم به شخص هیچ وقت نتونستم. خب من اصلا بلد نیستم. اه. من بلدی؟ من آخه اصلا یه دوست جوری داشتم نه مثلا من دوست داشتم تو ویدیو مثلا با چاپستیک بخورم. اوه حالا ایشالله ویدیوهای بعدی ایرانیزه شده شه دیگه. ایرانیزه شده. آره. آروم برید. اوی. چرا اوه. انقدر شلوول و آبکی؟ وای زیاد داری میریزی. آره. بسه. آره. آقا من نمیدونم. برای من بریز. بس اینو من میذارم این کنار که بچه راجع به اینم تهش بهتون توضیح میدم. من خودم هنوز نمیدونم چیه. زیاد ریختی. خب آخه خیلی باز بود. زیاد ریختی. عوض کن. واو. یعنی چی؟ بیا عوض کنی. نه آقا بیا عوض آقا کن. تو تو حساسیت داری. قصر ریختی. تو قصر ریختی. من میدونم. یه جوهر شیمیایی میده. یعنی قشنگ واو. بیا حداقل پودرش خودش نریزی. داره. اون پودرش مثل که اصلا ادویه خوشمزه است. خب پس اون رو زیاد بریز. البته اگه تون نباشه. فکر کنم. میشه مطمئن باشی از شبیه کنجده. آره کنجده. کنجده. اون مشکیه چی شبیه چوبه. آویشن آسیاب نشده است. جدی؟ آره تا حالا ندیده بودم. بریم بریم. یا خدا. وای عین اون سوسه بود. وای اوه شیت. آجی؟ هیچی نگو. آقا بچه کسایی که مثل من حساسیت دارن اصلا نخورن. اینو جدی میگم. حتی یه بار امتحان نکنم. من بکنید، آقا، نمیدونم هیچ با چیزی. چه ریسکی اومدم تو این ویدیو. واسه سلامتی خوبه. وای بخورم. چه جوری داری میخوری؟ ببین تونده. آره ولی هی دوست داری یه ذره دیگه آره. امتحان کنی. یه ذره دیگه امتحان کنی تا جایی که دیگه ولی- سر بشی. بوی تندیش داره میاد تو. آره ببین خیلی تونده. خب اول از همه یه ولی ذره بردارم. من اون مدلی که قبلا خورده بودم تندتر بود به نظرم. یعنی از اینم تندتر از بود؟ این تندتر. فعلا کن. آقا نگاه خیلی آخه مونده ازش. خب یه کوچولو دیگه قاطی کن. نه برای من زیاد ریختی. وای در رفت. وای مساوی بود. بچه‌ها. آقا بریم. بابا نمیاد بالا. 1 بریم 2 سه. 3. عجب چیز تندی بود. نخوردی؟ چرا بابا؟ نخوردی. خوردم یا خیلی سس دادی. وای دارم میمیرم. وای میبینی اشکم در اومده؟ خب خوبه. برای تو آره. نه برای فکر من کنم نه. داری قوی میشی. آقا بریم آیتم بعدی میای. برو بریم. خب بچه قبل اینکه برم آیتم آخر یعنی این شکلات مرگبار یه توضیح راجع به این آب میوه نوشابه بدم. من خودم اطلاعی ندارم. دکتر پپر. آره من شنیدم نوشابه میزنه کلا. این نوشابه مثلا است. کوکاکولا و پپسی یه کارخونه کلا. این اصلا نمیدونم رب به تندی نداره. نه پپر فلفله. آره آره. چیزی میشه ولی نه ربطی نداره. ولی مثل که نوشته که 23 تا میوه با هم ترکیبه. چی مثلا؟ دیگه زده 23 دیگه. اینو گذاشتم واسه اینکه بعداً نگی فقط آورد منو عذاب داد رفت. یعنی این به عنوان جایزه برای من هست. شما به هر دیدگاهی میخوای. اسمش جلو چیپ. مسیر ورود به جهنم رو واسه آسون میکنه بعد اینکه اینو تست کنی. اگه این آسون کنه شما سخت‌ترش کنید. نه منم دارم واسه آسون میکنم. نوشته که خودت میدونی که داری چه
گوهی میخوری. یه جا نوشته بود 1 نفر بر اثر این خفه شد، مرد. موثق منبعه؟ ایشالله که نباشه، ولی نوشته بود که یه نفر اینطوری شده بود که یعنی بر اثر تنگی نفس مرد بعد این. خدا کنه نفر دوم حالا من گفتن که نه ربطی به این نداشته، خود طرف مشکلی داشته. خب منم یه مشکلی دارم. حالا اوکی، بریم واسه آیتم آخر. بریم این تابوته. آره. جعبش. اوه تو شب نه. خوشیه. چقدر قشنگه. چه توضیحاتی چه. بچه ها من احساس میکنم که اینه همین یه دونه است. بسته بندیشم نشون بده. معلومه دیگه. معلومه. اگه بقیه بچه‌ها اوور ریاکت رفتن بهتون میگم. نگران نباشید. نه یهو بو نکن. اوه ببین بوش اینه طعمش چیه. بوش خورد به سرم حقیقتا سردرد ولی گرفت. بوی پای شکلات توش هست. آره شکلات آره. هست. بچه شکلش هم اینه. این یه قرص دایره‌ای شکلی. قرص این شکلیه. ببینم خیلی کمه. بیا با این شروع کنیم، اگه چیز بود بیشتر بخوریم چون خیلی خطرناک. اوه یه بوی خیلی عجیبی داره. مواظب باش نخوره به صورتت. آره. بریم. بریم. وای یه ذره برو نفس بکش بیرون به نظر. وای محمد رو از دست دادیم. وای اشکای من معلومه. وای حاجی فکر کنم یه تیکه زبونم رفت. من قشنگ زبونم پاره شد. از پکیجینگش بعد میفهمیدیم که قراره اینجوری باشه. خیلی کم خورد. نمیتونم حرف بزنم. وای من بازم ماست میخوام. دست به صورتت نزن. حواسم هست. گرمم شد. برو استراحت کن. وای پارسا جان اجازه دادم. شد. بچه در رو بکنه. پنجره رو بکنه از نفس بکشین. تموم نشدنیه؟ چرا نمیره؟ چرا تندیش نمیره؟ اسمم بریده زبان. یعنی آره. آب کرده مثلا رفته پایین. بریم نوشیدنی جایزت رو بخوریم. بریم. خب بچه ها برگشتیم. بچه ما یه کات بزرگی زدیم تا این مدت که نبودیم، هی داشتیم دستوراتمون رو میشستیم، آب میخوردیم اینا. ولی خب دیگه گفتم خشک و خالی اینجا نری دیگه. ببینم بوشو. اینقدر تندی خوردیم دیگه حس نمی کنیم. گلاب میده؟ رنگو اصلا فکر نمی‌کنم این رنگی باشه. آره تقریبا یه ذره شبیه نوشابه است، ولی آختمت که من هم میشه خوشحال شدم. بعدش اینه نوشابه. تو خیلی بیشتر اذیت شدی. به 23 تا میوه که نیست. نه نهایت دوتا میدونی اینه یه نوشابه‌ایه که مونده یه جا گازش رفته. دقیقا. اون آبقند هست. بعد گازم نداره.
داشت ولی اصلا وقتی میخوری نداره. آره اولش میریزیم داره میریزی ولی بعدش نداره. خب بچه‌ها دمتون گرم که تا آخر ویدیو با ما بودید. مرسی که همراهی کردید. همراهی بکنید و معرفی کنید. آقا معرفی کنید به بقیه دیده شیم. فقط پشت این میز نیستیم. این زبونم دیگه داره میگیره اصلا اون تیکه رفته. سر شدی. فقط پشت میز نیست. آره. ویدیوهایی داریم که میریم بیرون، یه سری ولاگای خفن قراره بگیریم، یه سری مکانهای تفریحی خفن آره. که اصلا کمتر دیده شده. یعنی اصلا من دیدم ویدیویی نبود راجبش. اصلا فکر کنم اونا رو میسازیم براتون. همه رو میگم، همه چی داریم، همه چی. اگه چیزی هم دوست داشتید یا نظرتون بود حتما به ما بگید. حتما. مرسی که ما رو یاری کردید. خدا نگهدار. فعلا.